با سلام خدمت دوستان محترم. اینجا ممکنه یک سوال برای شما عزیزان پیش بیاد که خب ما حالا میخوایم ببینیم آیا واقعا ساپورت 24 ساعته در واقع 7 روز شبانه روزی آیا اون شرکت میزبانی وب ما داره یا نداره. چه کار باید بکنیم؟ خیلی راحت تستش کنید و مورد آزمایش قرار بدید به این شکل که وارد سایت اون مؤسسه بشید یا اون شرکت میزبانی وب بشید. بعد از اینکه وارد سایت این مؤسسات شدید قسمت هایی رو مشاهده میکنید که به شما میگن مثلا این روش های ساپورت رو ما داریم. مثلا ممکنه از طریق تیکت، از طریق ایمیل هایی اعلام شده باشه یا از طریق شماره تلفن. شما وظیفه شما در واقع به عنوان یک خریدار این هست که اینها رو تست کنید. مثلا یک تلفنی داده شده به نام ساپورت 24 ساعته. خب شما باید به این تلفن در فواصل مختلف زمانی تماس بگیرید. مثلا 10 شب یه تماس، 2 صبح یه تماس، مثلا 7 صبح یه تماس، 12 ظهر یه تماس، همینطور و در روزهای مختلف و راندوم، مثلا جمعه ها، پنجشنبه ها، تعطیلات رسمی، اینها رو همه رو باید شما در نظر بگیرید. یا یک ممکنه ایمیلی اعلام شده باشه، ایمیل بزنید و منتظر بشید ببینید چقدر وقت باید منتظر باشید تا به ایمیل شما پاسخ داده بشه توسط شرکت میزبانی وب. یا ممکنه تیکتی باشه، یعنی نرم افزارهایی رو نصب کرده باشن که شما یک تیکتی رو ارسال کنید و باید از طریق اون تیکت اونا به شما جواب بدن که باز شما باید این مطلب رو هم باز چک کنید. یک تیکتی براشون ارسال میکنید، منتظر میشید ببینید چقدر زمان طول میکشه تا این در واقع تیکت شما به جواب برسه و در واقع جوابگویی بشه، رسیدگی بشه به تیکتتون به نوعی. یا ممکنه چت های آنلاین روی وبسایت علائمش مشخص باشه که باز شما باید چکار کنید، اونا رو هم تست کنید در فواصل مختلف زمانی، در روزهای مختلف، ساعات مختلف، اونها رو حتما چکاپ کنید و ببینید آیا کسی هست جوابگو باشه در مواقع ضروری یا نه. خب حالا اومدید و این کارها رو انجام دادید و مطمئن شدید از سرویس ساپورت و پشتیبانی، گام‌های دیگر رو باید بردارید. انشاءالله در ویدیوهای بعدی برای شما توضیحات اونها هم داده خواهد شد. سایت www.kavetofiqi.com شامل اطلاعات بسیار مفیدی در مورد نحوه ایجاد سایت‌های اینترنتی و توسعه محتوای وب هست. امیدوارم از اون سایت هم استفاده کنید و نهایت استفاده رو برای شما داشته باشه. موفق و مؤید و پیروز باشید.